شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 22 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. روف آن که خواهش اساسیش رو نگفت، در ضمیر دل افسوس خورده عیارانه به مارتین نگریست. به خدمت اولیا حضرت تیارم. خوب، نخستین امر من به شما این است: هر روز ریشتان را تراشید، بینید رویم را چه خیل خراشیدید. همین طریق همش با نوازش و خنده پایان یافت، ولی روف به هر حال قدم پیش نهاد. مراتبه اول از این زیادش امکان ناپذیر بود. روف همچون زن میبالید که مارتین را به پرتافتن تماکو کشی مجبور کرده توانست. اینجا یگان چیزی خوردنی ندارید که؟ اوه بیچاره، دلسوزانی دا کرد و شما یقین گرسنگی میکشید. من آز و قواریم را در خانه مری نگاه میدارم. دروغ گفت مارتین، آنجا سازتر. خاطر جمع باشد، من گرسنگی نمیکشم. انا بینه. روف به اون نزدیک شد و دید که مارتین دستش را قطع کرد و موشکای آهن بر این سختش از زیر کرته دمیده برآمدند. این محبتی او نسبت به مارتین در نظری آنها ننگ و ناموس می نمود. این محبت گاه و وقتی که او دور از مارتین باز به روف خونسرد و به ملاحظه مبدل می گشت، در نظری خودش نیز ننگ آور می نمود. ولی مارتین در پهلویش باشد، روف او را دوست می داشت. راست است که بعضا محبتی پر از اندوه غم می گردید، ولی به هر حال این محبت بود. محبتی حکم فرمای و شکست ناپذیر بود. زکام هم کسلی شد و می گفت مارتین، راست سرم اندک درد می کند، تب لرزه می گیرد، ولی همه این در پیشی ورجه تروپیکی آب خورد. شما ورجه تروپیکی شده بودید؟ حسی سعادتمندی مدهوشی را که در آغوش مارتین از سر می گذرانید کشال دادنش شده پرسید. روف آشفته حالانه. او جواب مارتین را چندان با دقت گوش نمی کرد، ولی بناخست جمله دقتش را به خود جلب نمود. مادر خاطر نشان کرد که در جماعی مخفی مخفا در یکی از جزیره های گوایا گرفتاری ورجه تروپیکی شده است. شما با آنجا چه خیل رفتید؟ پرسید روف. چون این فارغ بالی شاهانه او به نظرش جنایت می نمود. تصادفاً جواب گردان مارتین. من چی پروای مخفا داشتم. روزی از کشتی گریختم و شناکنان به ساحل رسیدم و برای به خود پناهگاهی بی خف و خطر پیدا کردن اندرون جزیره رفتم. 3 روز میوه گواوا میوه درختی همیشه سبزی که در امریکا تروپیکی می روید. سیب و بنانهای یابایی، عموماً همه آنچه که در جنگل می روید خوراکم شد. روز 4 من به پیراه برآمدم. آن به کاه می برد و در رویش ایزهای تازه آدمی به نظر می رسید. یگان 3 ساعت پس من خود را در وادی خورده در میان توده های گدازه دیدم. در آنجا درختان میوه‌دار رویده 8 کلبه از نی ساخته شده بود. همین که ساکنانش را دیدم به گوجه آمدنم را فهمیدم. یک نظر کردن کفایه بود. شما چی کار کردید؟ پرسید روف. او مثلی دزدیمانه‌ای به هراس افتاده و افسرده شده گوش به قمار بود. من چی کار هم می کردم؟ سرداری آنها یک موی سفیدی رحمدلی بود که سر تا پایش را یک سره مخاو زیر کرده و او مثل پادشاهی کامل حقوق حکمرانی داشت. او بود که این وادی را کشف نموده و در آن جماعه تشکیل کرده بود و این خود از خود معلوم که خلاف قانون است، ولی آنها میلتیق داشتند تیری
ملتیق داشتند. واقعا کنک ها عجب تیراندازانی ماهرند. با شکار گرازها و گربه های یابایی عادت کردند. از همین سبب گریختن را به گوشه خیال هم آوردن ممکن نبود. مارتین ایدین ناعلاج در آنجا ماند و 3 ماه زندگی کرد. لیکن گوید که چه خیلی خلاص خورده. اگر یک دختر نمی بود من حالا هم در آنجا می ماندم. این دختری نصف خطایی، چاریک سفید پوست و چاریک گوایگی، بیچاره یک بغایت خوشرو و به علاوه صاحب معلومات بود. مادرش در گانالولو کمش 1 میلیون مال و ملک داشت. انا همین دختر مرا عاقبت از دام بلا خلاص کرد. میفهمید مادرش برای تامینات جماعه پول میداد و از همین سبب دختر پروایی نداشت که او را جزا میدهند. اما او مرا قسم داد که در خصوص پناهگاه به کسی دهان نگشایم و من به قولم وفا کردم. حاضر اولین بار است که در این خصوص دهان گشادم. در بدن دختری بیچاره آن وقت نو نشانه های اولینی درد پیدا می شدند. شما نترسیدید مگر؟ چه خوب که شما به این دردی بی‌دوا گرفتار نشدید. اول خوب ترسیدم، این اقرار شد مارتین، لیکن بعد عادت کردم. غیر از این به حال این دختری بدبخت دلم سوخت و من احتیاط و پرهیز را هم فراموش کردم. او هم روحان و هم جسمان عجب زیبا بود و آثار درد او نو پیدا می شد. دختری بیچاره پیچ راست رفت. به هر حال عجب است که وی شما را جواب داده است. برای چی عجیب؟ پرسید مارتین تاکی گپ را نفهمیده. برای آنکه وی یقین شما را دوست می داشت. سخنش را دوام داد رفت همان با آوازی پست. خیر راستش را گوید دوست می داشت. اثری آفتاب به چهره مارتین به سبب کار در جامشوی خانه و زندگانی گوشه نشینانش کیها رفته و روزهای آخر باشد از گرسنگی و بیماری رنگ رویش باز هم بیشتر پریده بود. اکنون برای رنگ پریدهش سرخی میدمید. او دهان به سخن گشادنی بود که روف پیش دستی کرد. خواهش میکنم گپ نزنید، حاجتی جواب نیست، ندا کرد او خنده کنم. اما به نظری مارتین چنین تافت که در خنده دختر آهنگ های نافارم صدا دادند. چشمانش فارغ بالانه درخشیدند. به خاطرش بوران رسید که او با آن در قسم شمال اقیانوس آرام دوچار آمده بود. یک لحظه در پیش چشمانش منظری امواج هوا پدیدار گشت که آن را شعله سردی مهتاب منور گردانده بود. از پس آن همان دختری جماعی محوها را بدید و به دل اندیشید که وی به مارتین محض برای آن امکانیتی گریختن داد که او را دوست می داشت. وی دختری عالی همتی بود. گفت او به یگان غرض وی مرا از مرگ نجات داد. با همین ماجرا باید برطرف می شد، ولی به گوش مارتین بناخواست آواز گریه‌ای پس رسید و دید که روف از او رو گردانده به تیریزه می نگرد. چون دوباره به چشمان مارتین نگریست در چهرهش دیگر اثری از بوران بحر نبود. من عجب دختری گنده، با آهنگ شکایت گفت روف. خودم را هیچ داشته نمی توانم. مارتین من شما را چنان دوست می دارم که ماندن گیرید. بلکه با مرور زمان عادت می کنم، لیکن الحال به اختیار به همین شبه های گذشته رشک می کنم. گذشته شما باشد مالامال شبه است. ها دیگر خیل شدنش هم ممکن نیست. به مارتین امکانیتی اعتراض کردن نداده سخنش را دوام داد. او خیر ارتور به من ایما و اشاره کرده ایستاده است. بیچاره است، پایده ششتن دلبزن شده است. خیر عزیزم، یک داروی خاکه هست که برای تماکو کشی را پرتافتن یاری میدهد. گفت روف بدمی در، من آن را به شما میفرستانم. روف در را از پسش پوشید و سپس دوباره آن را نیمغار کرد. دوست میدارم پیچی را زد او و تنها بعد همین در را پوشیده رفت. ماری روف رو با اجازه تمام تا نزدی فایتون گسیلانید و رهاره تمام جزئیات سرلباسی وی را با دقت از نظر گذرانید. عزت و اعتبار مارتین در نزد ماری خیلی افزود و اگر دکاندار نیز این فایتونی پر اجاز را میدید بیشک با مارتین باز به مبلغی $3.85 به نسیه مال میداد. در بالای سری مارتین آفتاب بخت طلوع کرد. به یک روزی آمده رفتن روف از مجله بازاری نیویورک برای 3 تریلیت شعری 8 مصرگی که مصره های 4 و 7 مصری اول را و مصری 8 مصری 2 را تکرار میکند
به $3 چک اومد. بعد 2 روز دیگر از یک روزنامه چیکاگو خبر آمد که حکایه جویندگان خزینه قبول شده است و بعد چاپ شده برآمدن آن $10 حق قلم میفرستد. این نرخ چندان بلند نبود، ولی آن آخر نخستین اثر او، نخستین کوششی در روی کاغذ افشا نمودن آن فکر و اندیشه هایی بود که دلش را به هیجان می آوردند. به بالای این خوشخبرهای پویتی سرگذشتی برای جوانان نوشته‌اش را مجله جوانی و کمالات قبول کرد. درست است که پویست از 21,000 کلمه عبارت بود، در عوضش باشد به او همگی $16. آن هم باشد بعد چاپش تکلیف میکردند که این به هر 1000 کلمه 75 سنتی راست می آمد. مارتین از مطالعه کتاب ها معین کرده بود که 2 مکتب ادبی وجود دارد. یکی طبیعت اصلی آدم را تماما صرف نظر کرده وی را همچون خداوند تصویر می نمود. دیگری برعکس در سیمای آدم فقط حیوان را می دید و جهد و کوشش معنوی و امکانیت های بزرگی وی را اعتراف نمی کرد. مارتین در حکایه سرگذشت که یک وقتا به روف خوانده بود، تمثال حقیقتی بدیعی خود را به عمل برآوردن می‌خواست. در مقاله خداوند و حیوان باشد، عقیده های نظریوی خود را راجع به این مسئله ابراز داشت. اما سرگذشت و حکایه های دیگر که مارتین آنها را اثرهای بهترین میپنداشت، همان از یک ردکسی به ردکسی دیگر سیر و سیاحت داشتند. به اثرهای اولینش باشد او ذره اعتبار نمیداد و تنها از حق قلم آنها خرسندی میکرد. با $3 برای تیرالیت ها گرفتش تا آمدن چک موش سفید یک نوع روز گذرانیدن ممکن بود. مارتین چکی $3 را به دکاندار ناباور پرتغالی میده کنان که $1 را به حساب قرضش داده، $2 دیگرش را بین نانوای و سبزوات فروش تقسیم کرد. او حالا چندان به دولت نبود که گوشت خورد. مدت به اندازی نهایت کم خوراک خورده میگشت که بناخست چکی به قدر و قیمتی موش سفید آمد. مارتین چی کار کردنش را نمیدانست. او در عمرش یگان بار هم علی خصوص با مسئله پول به بانک نرفته و اکنون در دلش هوای و هوسی بچگانه پیدا بود که هر آینه به یک بانکای کلان آکلند رفته چکش را بی پروایانه به دریچه هوا دهد. ولی عقل سلیمش به اون مصلحت میداد که چک را به بقال میده کننده با همین اعتبارش رو نگاه دارد تا در موردی دیگر اگر ضرور شود به نسیه مال گرفته تواند. مارتین با دلی ناخواهم به نزد بقال رفت و چک را میده کننده با او پر حساب و کتاب کرد. مارتین با همیانی پول از نزد بقال برآمده رفت. دیگر قرضهایش را هم داد. با نانوای و قصاب حساب و کتاب کرد. به مری برای ماه گذشته و 1 ماه پیشکی اجاره پولی داد. ولوسیپد را از گرو برآورد، پولی ماشینه خط‌نویسی را داد. بعد ادای این قرضها در کیسش با $3 دیگر پول ماند. این مارتین ناآیان باز اندیشه پیدا شد که عالم زیباست. آن اکنون در نظرش بازم زیباتر می‌نمود. مارتین در خانه مارزها مهمانان زیادی را وخورد. از سن رافائل به مهمانی روف 2 دختر خاله هایش آمده بودند و میسیس مارز با بهانه دلخوشی نقش خود را عملی گردانیدنی، یعنی در اطراف روف جوانان را غون کردنی بود. هنگام غیابت ناعلاج مارتین او معرکه را وسعت داده و اکنون عملیات حربی در جوش و خروش بود. میسیس مارز در پیشی خود وظیفه گذاشته بود که به خانه خود آدمانی در زندگی پیشرفته یا پیشرفته ساده را تکلیف نماید. همین طریق در میمانخانه غیر از دختر خاله های روف، دوراتی و فلورنس، 2 معلمی دانشگاه، یکی لاتینی شناس و دیگر متخصص فیلولوژی انگلیسی، آفیسری جوان آرمی رفیق مکتبی روف که به نزدیکی از فیلیپین بازگشته است، جوانمرد با نام ملویل، کاتب شخصی جوزف پرکنی، سردار جمعیت قرضخواهان، آخرانش سربغلتر یک بانک، چارلز خپکود، مردی آزاد طبیعتی یگان 35 ساله، تربیت گیرندی دانشگاه استنفورد، عضو کلوب‌های نیل و متحده، ناطق دائمی پارتی ریسپوبلیکوی هنگام معرکه‌های انتخاباتی. اما در نقش میسیس مارز زنان چندان نقشی مخصوص نمی بازیدند، بلکه مثل جزئیات ضروری بودند و بس.
آخر مردان پیشرونده را به خانه به یگان چیز جلب کردن لازم بود. هنگام صحبت علاو نگیرد پیش را زد به مارتین روف پیش از آن که او را به حاضران معرفی کند. سراول مارتین خود را خیلی ناراحت حس کرد و باز مثل پیشتر به هراس افتاد که هنگام راهگردی مبادا با یگان اسباب و اسکونه و یا میده چویده رسد. روف گاه نظری به مارتین میانداخت و از صحبتی بی تکلفانه او با دختر خاله هایش به غایت تعجب میکرد و در عین زمان خرسند بود. مارتین در اصل خود را آزاد و بی تکلف حس میکرد چون که نشسته بود و یگان چیز را زده چپه کردن خواطری نمیکشید. در پایان شب نشینی روف از آن چی میترسید به سرش آمد. مارتین با پروفسور کالدوئل به صحبت پرداخت و هرچند که هنگام صحبت دست جنبانی نمیکرد ولی روف خردگیرانه پی برد که چشمان مارتین میدرخشید. پی برد که آوازش تدریجاً بلند میشد و بر رویهایش سرخی میدمد. اما مارتین این دم چندان پروای قاعده‌های ظاهری آداب را نداشت. او در حال بدید که با چی مصاحب دانای و سای معلومات سر و کار دارد. به ذمه‌اش پروفسور کالدوئل با تصورات مبهم مارتین در خصوص معلمان فیلولوژی انگلیسی تماما موافقت نمیکرد. آخرین بی‌معنی‌گیز گفته بود او با روف هنوز خیلی وقت پیش از این شب نشینی برای چی در خصوص موضوعهای کسبی صحبت کردن ممکن نیست؟ مادام که آدمان زور و قوه خود را آشکار کرده نمیتوانند پس برای چی به هم میآیند؟ اما اعتراض کرد روف چنین موضوعهایی هستند که برای همه به یک درجه شفق‌آور بوده میتوانند. نه، در این مسئله شما صف میکنید. در نوبت خود اعتراض بیان کرد مارتین. قریب هر یک آدم و هر یک گروه جمعیت با آدمان تقلید میکنند که مقامشان از آنها بالاتر است. اما روف مارتین را نمیفهمید و عیبجویی های او را نسبت به رسم و تعامل معمولی سرکشی و گردن شخی میحسابید و بس. به هر حال مارتین با جدیت خود پروفسور کالدوئل را به شفق آورد و وادار ساخت که به موضوعهای برایش نزدیک دهن زند. روف با آنها نزدیک شده آواز مارتین را شنید. او میگفت اما در دانشگاه کالیفرنیا شما جرأت کرده چنین سفسطه را به زبان نمی آورید. پروفسور کالدوئل کتف در هم کشید. هر یک اندازه دهنده با وجدان باید اندک سیاستمدار باشد. ساکرامنتو با ما مبلغ جدا میکند و از این رو ساکرامنتو را مأموریت دانشگاه مطبوعات پارتیوی یعنی اخترش مطبوعات هر دو پارتی را به نظر اعتبار گرفتن لازم است. ساکرامنتو پایتخت شتات کالیفرنیا. این معلوم است لیکن شما عجب گپ میزنید. ندا کرد مارتین. شما باید خود را مثل ماهی به ساحل افتاده حس کنید. در تالار دانشگاه ما من بر اینها چندان بسیار نیستند. مارتین گوش به سخن او داده بدون اختیار ترانه خشکباد را به خاطر آورد. بادبانها را دمانم هر شب و هر روز با آه دلم. سهل مانده بود که مارتین این سخنان را به آوازی بلند به زبان آورد. او به پروفسور نگریست و بین وی و خشکباد شمال و شرقی خشکبادی پرشدت و سرد و سخت عمومیت دریافت. پروفسور نیز عیناً مثل خشکباد به تمکین و اعتماد بخش بوده ولی کدام یک خصلتش کس را به خجالت وادار میکرد. و انا اکنون مارتین گوش به سخن موزونی پروفسور کالدوئل سخنی شخص صاحب خرد و صاحب معلومات داده بدون اختیار گذشتش را به خاطر می آورد. او صبح جوانی خود را دید که آن وقت یک بچه عیاشی کلان کلان قدم میماندگی بوده از کلاههای فابریکه استیتسون به سر یک شاخه مانده به بر کرتکی دوباره پوشیده میگشت و آرزویش همین بود که از خطی کشیدی میلیتسیا بیرون شده بباکنه دادی شوخی و بازی را دهد. شنوندگان ارجمند، شما خوانش بدیعی رو از روی رمانی مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امون شنیدید. انجام گفتاری 22 کارگردان دوران صاحبزاده. شاد و سربلند باشید.